آژانسا روژنیوس دیار کرگو ده دمین داویده پشتی شر ایران و امریکای دولت ایرانی لسر سینور روژهلات و باشور کردستان دست به چکرنا بارگه نو و دانینا دیواران کریه. لعالیه کی دنجی کنگره آزادی ایرانی گو سازیه که سیاسی یا زربخویه به داخویانیه که ایریشن ایرانی ین لسر پارتین روژهلات کردستان شرمزار کرن. دمهابوری ده لروجلات کردستان دنابرا سوپایا پاسدارین ایرانی و هزین پارتیا روجلات کردستان ده گلک شر و پفچون درکتن. آژانسا روج نیوز داخویاند کو پشتی شر ایران و امریکای دولت ایرانی لسر سینور روجلات و باشور کردستان بارگه نوچه دکه و دیواران داتینه. هروها دولت ایرانی هزک زیده تر شاندیه سر سینور دنابرا روجلات و باشور کردستان ده. کریارین ایرانی جعالیه کی و هر دو بشین کردستانی به تواهی جهف قد کریه. جعالیه کی دم و چونو هاتنا قاچاقین کوجنه چاری کاری قاچاقیه لسر سینور دکن گلکی زحمت کریه و مترسیه که مزن خستیه سر جیانا قاچاقان. دمها حزیرانی ده دولت ایرانی لبانه، پاوه، مریوان و مهاباده دست به اپراسیونین لشکری کربو. لهنجهانجی پفچون دنابرا هزین ایرانی و هزین پارتین روجلات کردستان ده درکتن. جعالیه کی دم و کنگره آزادی ایرانی درباره شر و زختین لسر پارتین کردی لایرانی داخویانیک نویسکی وشاند. کنگره داخویانی خود گوت کو او ایریشن لسر پارتین کردی و زختین لایرانی شرمزار دکن و دازانین کل کردستانی او جارک دن شاهده پیلا تپسر کرن و کشتنین حکومتینه.